عین ساختمان. نماز صبح میگه صدیق افغان چرا که دستای خود میگه بخاطر که مردم ما 90% بیسواد است. ما میخوایم که مثل گنگا که اشاره میگه نماز صبح، پیشین، دیگر، شام خفتن. 5 روز. 2 دفعه صبح نیت میکنیم، 3 دفعه پیشین، 5. 2 دفعه صبح سنت فرض، 3 دفعه پیشین سنت فرض سنت 5. 2 دفعه شام نیت میکنیم، 3 دفعه خفتن 5 یا 5 است. 5 نیت در روز میکنیم، نماز میکنیم، 5 نیت در شب. یک دیگر، این یک دیگر واسه شد، یک دیگر واسه شد در روز شد. 4 رکعت صبح نماز میخوانیم ما، 10 رکعت پیشین 14 میشه. 5 رکعت شام نماز میخوانیم، 9 رکعت خفتن یا 14 میشه. سالا نماز خوانید متوجه نیستید. در 3 حالت با مسعود: 2 نماز در روز، 2 نماز در شب، 5 نیت در روز، 5 نیت در شب، 14 رکعت در روز، 14 رکعت در شب. 2 نماز در روز، 2 نماز در شب، یک دیگر. یک داریم، یک. 5 نیت در روز، 5 نیت در شب، یک دیگر. دیگر یک پیدا شد. 4 رکعت صبح، 10 رکعت پیشین 14، 5 رکعت شام، 9 رکعت خفتن 14. 4 دیگر یا 4 شد. یک 114 شد. وسط 114 شد. خب حالا ما میره این ساخت میگه، ساخت البته دور از دان ما بلا تشبیه میگه، البته این به فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و شده. نه خیر برادر آج میره میگه یکم تو سنت نمیخوان، یک بغل میسود خدا براتون نال میگم. بدن ما ساخت بشر نیست، بدن ما ساخت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اگر بدن ما در این فرمول برابر بود، دین میگن شه که فرمول شک مسعود از این فرمول است. اگر این نماز مطابق بدن مطابقت کرد، ثابت میسازه که ارزش از یک منبع برآورده میشه. نماز صبح پیشین 5 نیت، این 5 کل داره. نماز شام خفتن 5 نیت، یا 5 کل داره. یک دیگر، یک زبانت یک است. 4 رکعت صبح، 10 رکعت پیشین 14. این کلکای 5 نیت 14 رکعت، 5 کل کتاب 14 استخوان. 3 6 9 12 و 14. 5 شام 9 خفتن 14 یا 14. 14 و 14 بیشتر، 4 تر کسر 32. 32 دندان داری، از هر دندان شکراری بجا میکنی. طفل که دندان میکشه، اول 2 دندان بالا، 2 دندان پایین میکشن. اول 14 این طرف، بعد 14 این طرف. اول 4 رکعت نماز دیگر فرض شد. بله. پس 4 مربع نماز صبح 16، جمع 10 مربع پیشین 100 116، جمع 4 مربع دیگر 16 میشه، جمع 5 مربع شام، جمع 9 مربع خفتن. یعنی ما اینو در ماشین حساب میپرتیم، ببینید که بسیار که باز نگویه که منافع 4 4 16 10 10 100 4 4 16 132 5 5 25 9 9 81 میشه 238. 238 اما آدرس مایت است. پس شما در 24 ساعت 238 بار الله اکبر میگین. 178 دفعه الله اکبر در داخل نماز ها میگین، در 5 وقت نمازتون در 32 رکعت. 30 الله اکبر در آذان میگین، 30 الله اکبر در قامت. مجموع 238 میشه. خب آغاز روز صبح از 2 دفعه نیت میشه. آغاز شب شام از 2 دفعه نیت میشه. نماز دوم روز پیشین 3 دفعه نیت میشه. نماز دوم شب خفتن از 3 دفعه نیت میشه. میشه بله. 2 دفعه صبح نیت میکنی، 3 دفعه پیشین، یک دیگر، 2 شام، 3 خفتن. میشه 23123. 23123. 23 در روز، 23 در شب. 2 نیت صبح، 3 پیشین 23، 2 شام، 3 خفتن 23. 23 سال روز قرآن کریم شرف نزول میکنه، 23 سال شب قرآن کریم شرف. یک وحدانیت، اما نماز صلات الوسطی. 23 دکتر سه حضور داره، دانشمندای حضور داره. 23123 بار ما تنفس میکنیم در 24 ساعت. 23123 بار پلک میزنیم، پرت در گوگل برین.
23000 میگن 100 اشاریش رنداف میکنن 23000. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 23123 روز زندگی کرد. 63 سال و 3 ماه و 22 روز و 6 ساعت. آغاز روز دوست یا دو ضرب دو 4 3 ضرب 3 9 افا بخوایم 2 ضرب دو 4 افا بخوایم سه عدتش کسی که نشه دو اینجا دو ضرب دو 4 3 ضرب 3 9 4 13 زمان مکی 2 جمع 2 4 3 جمع 3 6 10 زمان مدنی. تمام سیستم از این ما در کتابای خود نشته کردیم. اینجا کتابای ما است، شما پی دی اف شو ببینید کار کردیم. پس چی است؟ پس قرآن کریم سرچشمه معرفت است. پس تمام چیزی که در جهان است این مرکز جوابگوست که برای دنیا میفهمن که قرآن کریم تمام سیستم کائنات در قرآن کریم است. قرآن کریم به 3 لسان آمده، یکی به لسان اعجاز و حکمت، دوم به لسان عربی که بعد از به لسان اعداد. باز خود تقسیمات کنین هر کدوم میشه شما میگین. اعداد قرآن کریم چند جز است؟ 30 جز است. چند وقت نماز شما میخونین برادرها؟ چند وقت نماز از دکتر صاحب؟ یعنی در وسط عدد 5 است. ببینید عدد 5 در وسط ماشین صوتم 5 است. ببین من میخواد در سوره وناس 5 بار وناس گفته شده. 5 بر اعظم انسان ها زندگی میکنه. من میخواد 5 بنای مسلمانی است. 5 بنای انسانی است. تشریح کنین. اد بنای پنجم است که 4 طرف اعداد است. 4 طرف 5 اعداد دور میخوره. 4 طرف اعداد 5 جمع کنیم میشه 40. 40 ساله پیغمبر معظم بود 5 آیت برایش نازل میشه. اقرا 5 چی از 5 شتر هم زکات میشه، از 40 دانه گوسفند هم زکات میشه. 5 ضرب 8 دانه تکمت 4 طرف 5 8 ضرب 5 40 نماز در مدینه میخونیم. پس تمام از اینا روی محاسبات است. تشکر میکنم. کوتاه خسته نشین به خاطر که خداوند جل شانه او جهان در 6 روز آفریده. در کن فیکون میتونه خداوند کن فیکون است. اما چرا؟ به خاطر که به تدریج میکشد صیاد سید از دام آهسته آهسته. پس آهسته آهسته شراب بند میشه. آهسته آهسته قرآن کریم شرف نزول میکنه. نظر به زمانش، نظر به مکانش. به این خاطر خداوند جهان در 6 روز آفریده. به این خاطر نماز و صلات الوسطی نیت ششم است. از اون طرف هم بینی 6 ساعت طرف. به این خاطر خداوند جهان در 6 روز آفریده. 2 روز زمینه، 2 روز آسمان، 2 روز بینش، 2 روز زمینه، 2 روز آسمان. به این خاطر سعی کنید 4 خانه کعبه 4 طرف دور میخونین. اول 4 الله اکبر میگن در روزان، بعد از 2 الله اکبر بعد از فلا میگن. پس 178 دفعه الله اکبر میگین. در داخل نمازهایتان آذان دیگر رو ببینین شما 178 حرف داره. تشکر میکنم از توجهتان. این درس اول ما مقدمه به برادر یوتیوبر ما، برادر ژورنالیستای ما، باز ما شما استاد تخته می باشه تباشیر می باشه کار میکنین که ببینن که دین اسلام دین بسیار بزرگ است که میگن علت پسمانی مسلمان ها در چیز جنبندی کنیم صحبت خدا که چرا مسلمان ها قدر پس مانده. مسلمان ها قرآن نمیفهمن. مسلمان ها قرآن تنها میگن ما ختمانه است. همیال آمده نشته کرده که ما در ختم فلانه ایسا دعوت هستیم. اینه برطنش همیال یک کاکایم خدا بیامرز فوت کرده روان کرده نشتهش بخلم ببینین که ختم قرآن کریم میگن. این کلمه بسیار مرا تکان میده. این کلمه بسیار کلمه ناشایسته است در آدرس قرآن. علما در منبر بگوین کائنات ختم شود قرآن ختم نمیشه. تمام ابحار ضرب افت شود، تمام درختها قلم شود، یک از کلمات پروردگار اختتام پیدا نمیکنه. به همین خاطر بعد از وناس شما در کجا می 12 آیت دیگر را میخونین. 7 آیت الحمد شریف، 5 آیت دیگه در نقطه که میگن بسم الله الرحمن الرحیم اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. باز میفهمن که بی سواد هستن. اما سعی کنین در ماشین حساب 123 جمع 456 جمع 789 این میشه 1368.
خانه که یک 6 جهت 3 بود داره 6 جهت 8 کنیم. وقتی تقسیم 12 میکنیم 12 آیته که بعد از وناس ما را دور میتیم. به خاطر هیچ وقت شما نمیبینید که یک دایره یک انگشترتون سرآخر داشته باشه. وقتی که تقسیم 12 میکنین چه نبره 114. من میخوام قل ها 4 سوره خیر ببینید. من میفهمم که البته سبحان الله میفهمم دیگه. چه جالب است. قل ها 4 آیه داره. قل اعوذ برب الفلق 5 آیه داره. قل اعوذ برب الناس 6 آیه داره. سه کدیم وسط آمده 4 5 6. وقتی تقسیم 4 5 6 4 5 6 وقتی تقسیم 4ش میکنی میبره 114. 114 از ضرب 4 میکنی اما قل الاحد قل اعوذ برب الناس. پس جوانا سرطان حمله است از طریق یوتیوبرها دنیا، از طریق تلویزیون های دنیا، از طرف تیک تاک میکشن. من چون نمیفهم بیسواد هستون دیگه گپا شاگرد نواسی مسعود مرا یاد میته این گپا رو نمیفهم. از مردم های فیلم های شاه سفید هستیم. سرطان حمله است که میگه دینتان دین عقب مانده است. دینتان دین عقب مانده است. دین ما دین عقب مانده نیست. دنیا ما را میشناسه. مثلا کسی که امروز دندان خود میشه از برکت دین اسلام است که میشه. دندان خود میشه که بنیانگذار دندان شدگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. دندان خودش شست. بله انسانیت غزه موجه شروع میشه که دخترها زنده و گور میشد. حقوق بشر میگه 300 میلیون کفار خود از سرخوان پیغمبر نان میخوره که امروز یک آدم تسبیح جور میکنه، یک آدم مسجد جور میکنه، یک آدم گوسفند جور میکنه، یک طیاره جور میکنه، آجیر میبره. پس دین ما بسیار دین بزرگ است. با در آینده سر صحبت میکنیم که علت پسمانی مسلمانان در چیست. تشکر میکنم از توجه شما.